روز 25 اوگوست بر اثر حمله ها در سراسر افغانستان کمش 12 نفر به قتل رسیده، ده ها تن دیگر مجروح شدند. از جمله در نزدیکی های پایگاه نظامی ارتش افغانستان در ولایت بلخ، ماشینی سرشار از مواد ترکنده منفجر شده کمش یک سرباز و دو شخص ملکی را به هلاکت رساند. فرمانده هیبت الله علیزی گفت اگر سربازان پاسگاه سری وقت جلب حمله را نمی گرفتند، شماره قربانی ها بیشتر می بود. یک اراده مازدا که مواد انفجاریه بار بوده انفجار کرده در نزدیکی قرارگاه کماندوی ما، مگر خوشبختانه قبل از رسیدن به قراول و داخل قرارگاه توسط پیرادارای بیدار کماندو شناسایی و بالایش اجراعات صورت گرفته که در نتیجه 6 نفر کماندوی ما زخمی می باشه و یک نفر هم شهید می باشه. مگر بیشترین قربانیان از این حمله ملکی ها می باشند که تعداد و آمارشان تا فعلا از 30 الی 35 نفر هم افزود شده. مسئولیت این حمله را طالبان بر دوش گرفتند. روز سه‌شنبه حمله شبیه به پاسگاه ارتش افغان در ولایت غور هم به وقوع پیوست که بر اثر آن 8 سرباز فوت دیده، 5 نظامی دیگر زخم برداشتند. بر علاوه اثنای ترکیش بمب کنار راه در شهر کابل یک افسر پلیس هلاک شد. به نوشته خبرگزاری ریترز، حمله ها زمان افزودند که ایالات متحده آمریکا سعی دارد حکومت افغانستان و طالبان را سر میز مذاکرات صلح